چطوری مدرسه رفتن باعث شکل‌گیری ساختار مغز میشه؟ مدرسه رفتن برای اغلب ما یه اجباره. اگه دست خودمون باشه اصلا دلمون نمیخواد از خواب بلند بشیم و بریم مدرسه. آخه که چی بشه؟ خیلی از مامان و باباها به بچه میگن باید درس بخونی تا در آینده برای خودت و جامعه یه کسی بشی. اما نویسنده این مقاله میگه اگه بابام به جای این حرف بهم میگفت مطالعه برای مغزت در آینده خوبه، اون وقت شاید بیشتر روی یادگیری توی مدرسه تمرکز میکردم. توی این مقاله میفهمیم که چطوری آموزش و مدرسه میتونه روی مغز اثر بگذاره، به خصوص تغییرایی که به خاطر محیط اطراف توی قشر مغزمون ایجاد میشه. تا چند دقیقه دیگه کلی مطالب جالب و هیجان انگیز رو با هم یاد میگیریم، پس جایی نرو چون گنجینه. سلام، به مجله نمایشی گنجینه خوش اومدی. من آبلاکو هم و قراره به کمک مغزک یکی از مقالات علوم اعصاب و روانشناسی رو با هم مرور کنیم. حاضری؟ خب مغزک، امروز برامون چی آوردی؟ سلام، امروز میخوام در مورد اینکه مدرسه رفتن و آموزش چه اثری روی مغز داره حرف بزنم. این مقاله رو آقای خاویر دفلیپه در سال 2013 نوشته و توی اون بهمون میگه همونطور که یه پیکرتراش یا همون مجسمه ساز از یه سنگ بی شکل و بی قواره یه مجسمه میسازه، آموزش هم مغز ما رو شکل میده. به نظرم خیلی جالبه، پس وقت رو تلف نکنیم که خیلی مشتاقم بدونم چرا باید برم مدرسه. بله همینطوره. بذار حرفمو با یه سوال شروع کنم. میدونه کدوم بخش مغزه که باعث بیشترین تفاوت بین انسان و حیوانات شده؟ نه نمیدونم. اصلا مگه مغز بخشه؟ بله البته، یکی از مهمترین قسمت‌های مغز همون قشر مغز هست که بهش کورتکس هم میگن. کورتکس یکی از بخش‌های مغزه که بیرونی ترین لایه است و رنگش هم خاکستریه. این قسمت که حدود 90% حجم مغز رو شامل میشه، به خیلی از قسمت‌های دیگه مغز وصله. دانشمندان معتقدن که به خاطر وجود این قسمته که آدم‌ها میتونن کارهای پیچیده بکنن، مثلا کتاب بنویسن یا برن به کره ماه. فهمیدم. خب حالا نقش آموزش این وسط چیه؟ آموزش توانایی شناختی ما رو میسازه. مثلا به ما کمک میکنه تا فکر کردن یاد بگیریم و مسئله حل کنیم. برای انجام اینطور کارا لازمه که ساختار کورتکس هم به صورت فیزیکی شکل بگیره و تراش بخوره. یعنی همینطور که ما داریم یه چیزی یاد میگیریم، انگار یکی داره مغزمون رو کنده‌کاری میکنه. بله دقیقاً. جالبه بدونیم اینکه آموزش روی مغز اثر داره از خیلی قدیم مورد قبول بوده. حتی با وجودی که اونا نمیدونستن چه اتفاقاتی توی مغز میافته. مثلا فیثاغورس گفته اگه به بچه‌ها آموزش بدیم دیگه بعداً لازم نیست در بزرگی تنبیهشون بکنیم. مغز چطوری این کارو میکنه؟ برای جواب این سوالت باید با یه ویژگی دیگه مغز آشنا بشیم. انعطاف پذیری یا پلاستیسیتی. ساختار مغز مثل یه خمیر انعطاف پذیره، طوری که میتونه قدرت اتصالات بین سلولاشو تغییر بده. درست مثل اینکه یه مهندس داره سیمکشی بین نقاط مختلف یه مدار الکتریکی رو دستکاری میکنه. وقتی داریم آموزش میبینیم یه سری اتصالات توی مغز درست میشن. موقعی که اون کار رو تکرار و تمرین میکنیم، مغز اتصالات مربوط به اون کار رو محکم تر میکنه. ولی اگه کاری تمرین و تکرار نشه، اتصالات مربوط بهش توی مغز کم کم ضعیف‌تر میشه. میتونی یه شاهدم بهمون نشون بدی؟ بله، اگه در طول دوره رشد به مغز توجه کنیم میبینیم که نه تنها اندازه‌اش بلکه پیچیدگی‌هاش هم حین رشد بیشتر میشه. توی این عکس میتونیم اینو از مقایسه مغز یه بچه 1 ماهه یعنی سمت چپی با یه بچه 6 ساله یعنی شکل سمت راستی به خوبی ببینیم. هر کسی که یه خواهر یا برادر کوچکتر از خودش داره در طول رشدش شاهد تغییرات فوق‌العاده زیادش بوده که چطور با یادگیری بیشتر میتونه کارهای پیچیده تری انجام بده. در ضمن این روزا دستگاه‌های پیشرفته‌ای هست که باهاشون میشه تغییرات مغز رو چه به لحاظ شکل و شمایل، چه موقعی که داریم یه کاری انجام میدیم ببینیم. مثلا دانشمندا با همین تصویربرداری نشون دادن که هر موقع که داریم یه حرکتی رو یاد میگیریم، حجم بخشایی از ناحیه خاکستری سفید مغز زیادتر میشه. یه سوال دیگه، پس نقش ژنتیک و چیزایی که به ارث میبریم چیه؟ سوال خوبیه. واقعیت اینه که عوامل متفاوتی باعث تغییر ساختار و عملکرد مغز ما میشن که چیزایی که بهمون به ارث میرسنم یکی از اونا.
در واقع مغز همه ما اولش مثل همدیگه است، اما به مرور زمان وقتی داریم رشد میکنیم عوامل ژنتیکی و محیطی باعث میشه تفاوت‌ها ایجاد بشه. در ضمن این تغییرات فقط محدود به دوران مابین تولد تا نوجوانی نمیشن، بلکه حتی در دوران بزرگسالی هم اتفاق میافتن. در واقع معنی حرفات اینه که محیطی که ما توش بزرگ میشیم خیلی اهمیت داره. بله درسته، محیط سهم بزرگی در بلوغ مغز ما داره. آموزش میتونه حافظه، توجه و عملکردهای شناختی ما رو بهتر بکنه. اما متاسفانه همه بچهای دنیا نمیتونن به مدرسه برن، بنابراین هر کس که مدرسه میره خیلی خوش شانسه. ما نباید این فرصت رو از دست بدیم و تلف کنیم. در واقع هدف مدرسه رفتن این نیست که مغزمون طوری تراش بخوره که ما یه نابغه بشیم، بلکه میخوایم با آموزش مهارت و مواجه شدن با چالش‌ها ظرفیت شناختی مغزمون رو فراتر از حدی ببریم که بهمون به ارث رسیده. تلاش بیشتر ما توی مدرسه باعث زیادتر شدن ظرفیت مغزمون میشه که هم در طول سال تحصیلی و هم بعد از اون برامون یه عالمه فایده داره. خیلی ممنون مغزه که بهمون چیزای زیادی یاد دادیم. ما الان میدونیم قشر مغز قسمتیه که وجودش برای کارهای پیچیده آدما ضروریه. مغز یه خاصیتی به نام پلاستیسیتی داره که باعث میشه خودش ساختار سیمکشی خودش رو دستکاری کنه. آموزش نقش مهمی در سیمکشی مغز و افزایش ظرفیتش داره. درس خوندن فقط برای نمره گرفتن نیست، بلکه مغز و آینده‌مون رو شکل میده.